بالاخره الان جدای از این که مسئله زنانه هست یا نه، همون 80% هم که شما گفتین مثلا ممکنه مردان باشن در خیلی از این مثلا تجمعاتی که میشه و حتی شعار زنی آزادی داده میشه. بالاخره بحث حجاب رو آقا قراره چه برخوردی باهاش صورت بگیره به لحاظ سلبی و ایجابی؟ که الان خیلی‌ها بالاخره معتقدن که ما نمیخوایم زیر بار همچین قانونی بریم. قانونه که قانونه. مردم الان بالاخره یه بخش زیادیشون نمیخوان حجاب داشته باشن، خانم ها، و این قانونگذار هستش که باید خودش رو تغییر بده، نه مردم. جمله دقیق این بزرگوارانی که این مطالبه رو دارن، جملهشون دقیق اینه، میگن آقا ما حجاب اجباری نمیخوایم. ما انسانیم مثل بقیه کشورها. بله، ما نمیخوایم حجاب اجباری. من سوالم این هستش که مگر ما توی کشورمون حجاب اجباری داریم؟ نگاه کنید، حجاب از لحاظ فقهی تعریف داره. یعنی الان اگر یه خانومی ذره از موهاش بیرون باشه یا شما این دست خانم یکم بالاش دیده بشه، این حجاب اسلامی نداره. طبق تعریف شرع مشخصه دیگه، میگه آقا باید حجاب اینجوری باشه. ما اون چیزی که عملاً داره اتفاق میفته پوشش اجباری هست، نه حجاب اجباری. پوشش اجباری در تمام کشورهای دنیا موجوده. یعنی شما هیچ کشور دنیا رو پیدا نمی کنید که هر کس هر جور دلش بخواد بتونه راه بره. شما همین خانومی که توی یکی از کشورهای اروپایی برهنه کرد و صحبت کرد، ایشون از پله ها آمد پایین، رفت اون طرف دستگیرش کردن، گفتم تو نمیتونستی اینجوری راه بری. تو اردیبهشت ماه همین امسال توی کانادا دختران دانش آموز یک مدرسه‌ای برای پوشششون بلند میشن، اعتراض میکنند، پلیس ورود پیدا میکنه و دستگیرشون میکنه. شما تو بسیاری از دانشگاه‌های دنیا خانم اجازه نداره با بعضی از پوشش‌ها وارد بشه. با کفش پاشنه بلند تو عموم دانشگاه نمیتونه وارد بشه. حتما باید مثلا دامنی که داره از زانوش پایین‌تر باشه. پس قانون پوشش در تمام دنیا هست. یعنی همین الان اگر جمهوری اسلامی بیاد بگی باشه روسری اجبار، خب روسری رو بردارید. خب بالاخره پیراهن چه اجباره؟ بالاخره اگر یه روزی بیاد بگه آقا اندازه این کاغذم باید پوشش داشته باشید، بالاخره یکی میاد میگه آقا من این قدرش میخوام دیگه، اون اجباره. پس پوشش اجباری در تمام دنیا هست. حدود و ثغورش. بله، حدودش. اینجا جمهوری اسلامیه. ما کشوری هستیم که قوانینمون بر اساس اسلام نوشته شده. خب طبیعی هستش که پوشش رو هم بر اساس اسلام جلو ببریم. نکته مهمتر این است که ما یک تجربه 50 ساله کشورهای اروپایی جلوی چشممونه. 50 سال پیش، 60 سال پیش، 100 سال پیش شما فیلمای اروپا رو که نگاه میکنید، خانم‌ها پوشش کامل داشتند. همه خانم‌ها لباسای کاملا بلند، بسیاری از بخش سرشون رو پوشونده بودند، بعض آستینا همه بلند. شما نگاه میکنید چه اتفاقی افتاد. 50 سال پیش تو تمام این کشورهای اروپایی یک جنبشی راه افتاد به نام جنبش مای بادی مای چویس. بدن من انتخاب منه، دلم میخواد آزاد باشم. الان نسل همونا جنبش را انداختن تو تمام کشورهای اروپایی به نام جنبش میتو، یعنی تجاوز به ما رو تموم کنید. جمهوری اسلامی چنین الگویی جلوشه. جمهوری اسلامی داره عیناً میبینه که اگر اینجا برهنگی اتفاق بیفته جنبش میتو اتفاق خواهد افتاد. در صورتی که نفع تمام کشورهای دیکتاتور و استعماری در این هستش که خانوم‌ها برهنه بشن. اصلا نفعشون این هستش چون بتونن سیاست مدار کارو کنن. شاه ایران یک نامه رو به پادشاه عربستان میمیسه، بهش میمیسه برادرم اگر میخوای بتونی حکومت کنی دامن خانوما رو کوتاه کن، دیسکو و کازینونا رو بیشتر کن، دختران و پسران رو مختلط کن، اونا رو به فساد و فحشا بکشون تا بتونی بیشتر حکومت بکنی. همون کاری که امروز داره بن سلمان انجام میده. برای اینکه بتونن بیشتر حکومت بکنند جوونا رو به فساد و فحشا میکشونه. چون تخدیره دیگه، برای نوعی سرگرمی هستش که اساسا باعث میشه که خیلی از دغدغه‌های دیگه سراغ اون فرد نره. هیچ کشوری ما نداریم که بناش بر این باشه که قوانینش بر پایه اسلام نوشته بشه. ببینید منظور من این نیست که تو جمهوری اسلامی از سر تا ذیل همه به اسلام عمل میکنن، تمام قوانین مو به مو بر پایه اسلام نوشتهش، نه این نیست. اگر این هم مشکل نداشت. بله اصلا مشکل اساسی کشور ما این هستش
که از اسلام فاصله گرفتیم. حجاب هم یکی از اون قوانین هستش که بر پایه اسلام داره اتفاق میفته. و بازم عرض میکنم اگر ما حجاب رو خاص مد نظر داشته باشیم، ما داریم به تجربه کشورهای اروپایی رجوع میکنیم. ما عیناً جلوی چشممون هستش که فرانسه قبل از این جریان‌های به اصطلاح آزادیش فرزندان نامشروعش 1% بود. امروز 59% فرزندان فرانسه از راه نامشروع دارن متولد میشن. بزرگترین ظلم به زن داره توی کشور اتفاق میفته. آمریکا 40% از فرزندانش از راه نامشروع دارن متولد میشن. 83% جرم و جنایت‌ها داره توسط همین فرزندان اتفاق میفته. پدرها فقط 12%شون بچه‌هاشون رو حاضرن نگه دارن. 88% این بچه وقتی به دنیا میاد باید با مادر زندگی بکنه. این مادر پول نداره، مجبوره بره سر کار. برای همین نیمی از جامعه آمریکا خانم‌های سرپرست دارن وضعیت اقتصادی رو جلو میبرن که سرپرست خانوارن. یعنی یا شوهرشون طلاق گرفته یا فوت کرده یا نامشروع متولد شدن. یعنی عرض من این است، این تجربه جلو چشم ما هستش که هر جا ما این الگوی غربی رو لحاظ کردیم، خانم‌ها بیشترین آسیب بهشون اتفاق افتاد. از سال 2000 تا الان خودکشی در آمریکا در بین مردان کمتر از 20% افزایش داشته، در صورتی که بین خانم‌ها 50% افزایش داشته. خب این چه آزادی زن هستش که همیشه داره به زن ظلم میکنه. تمام شعار فمینیسم به نفع مردانه، این قاعده کلی به نفع سرمایه دارا هستش. یعنی خانم برهنه بشه به نفع خانم نیست، این به نفع آقا هستش. یعنی به نفع یک شخص شهوتران هست، یا اصلا شهوترانیش رو هم بذاریم کنار، به نفع کمپانیان استعمارگر هستش. این کل فمینیست است. آزادی که میگن چند مدله، حداقلش اونی که دیگه با هم مشترک هستیم بین تمام مردم، آزادی در حق انتقاد و آزادی بیان و امثال اینها است که این روزها هم پیاپی گفته میشه که ما توی کشور آزادی نداریم، ما میخوایم یک کشوری باشیم مثل کشورهای اروپایی که آزادی داشته باشه. بیا بکنید هیچ کشور دنیا آزادی مطلق نداره. نه تنها آزادی مطلق نداره، اتفاقا دیکتاتوری مطلق رسانه‌ای هستش. بله توی دشنام دادن به خدا و پیامبر و مقدسات اونا میگن آقا ما آزادیم، اما کافیه تو یک چیزی از سیاست‌هایی که اونها دارن یه نفر انتقاد بکنه. نمونه‌هاش الا ماشاءالله هست. چه مثالایی تو مثلا شما نگاه بکنین جینا کارانو، بازیگر جنگ ستارگان، سومین بوکسور زن دنیا، مگر نمیگن زن؟ این خانم یه توییت زد، یک توییت در نقد هولوکاست زد، برای همیشه کنار گذاشته شد. مل گیبسون کارگردان مشهور، ایشون یک صحبت کرد در رد یهود، چه اتفاقی افتاد؟ ایشون رو کنار گذاشتن. تو همین جشنواره کن که بازیگران ما بعضن میرن و فوش جمهوری اسلامی میدن، میگن ما آزادی نداریم، لارس فون تریر این چند سال پیش تو صحبتش گفت من ضد یهود نیستم اما اسرائیل موی دماغ شده است. بعد گفت من نازی هستم. جشنواره رو تعطیل کردند، نشستن بیانیه عذرخواهی دادن، ایشون رو هم بیرون کردند. یعنی اصلا شما چیزی به عنوان آزادی نمیبینید. یعنی چنین فضایی، کولت کلر دارنده 5 مدال المپیک برای آمریکا توی جریان شلوغی کنگره حضور پیدا کرد، اون رو محاکمه کردن، مدالاش رو ازش گرفتن و الان گفته شده که احتمالاً تا 40 سال زندانیش بکنن. یعنی اگر اینها توی اون اهداف خودشون یه چیزی قرار نگیره، مسخره ترین مدل سانسور رو دارن. بعد از جنگ روسیه و اوکراین چه اتفاقی افتاد؟ یه سیب زمینی سرخ کرده، یک کمپانی از سیب زمینی سرخ کرده میزنه در کانادا و فرانسه، اسم این مدل سیب زمینی سرخ کرده پوتینه. این سیب زمینی رو حذف کرده. درس داستایوفسکی از کتب درسی ایتالیا در حال حذف شدنه چون این روسی هستش. یعنی اینا دقیقاً دارن در تو چه آزادی صحبت میکنن. اینستاگرام یک نظر شما بزنید ضد اینستاگرام که اصلا رسواست. بازم ممکنه خیلی‌ها بگن که ما طرفدار غرب نیستیم، غربی ها هم دارن با آزادی گزینشی عمل میکنن، اونها هم در عمل دیکتاتوری دارن و شعار آزادی رو دارن باهاش بازی میکنن، اما ما نباید مبنامون مثل اونها باشه و اگر ما میگیم آزادی ما باید به حرف خودمون مؤمن باشیم. مثلا کاری به غرب نداریم، اونها افراد دورویی هستن. ما چرا در داخل کشور خیلی جاها حرف از آزادی میزنیم، شعار آزادی رو میگیم، اما در عمل طور دیگه رفتار میکنیم.
اینی که ممکنه بعضی از جاها یک نفری که انتقاد کرده سرکوب شده باشه و بسیار چیز بدی، اما گفتمان انقلاب چنین چیزی نیست، تو عمل هم چنین چیزی نیست. ما استاد دانشگاه داریم 700 صفحه کتاب می‌نویسه در رابطه با خدمات رضا شاه و کسی بهش چیزی نمیگه، یعنی در صورتی که کتابش یه دونه منبع هم نداره. یعنی خیلی راحت میان میشینن، حتی زیبا کلام میفهمید. بله، یعنی حتی توی صدا و سیما میشینن حرفای مختلفی رو میزنن ضد تمام مقدسات. با این جمهوری اسلامی بهشت اپوزیسیونه. شما خودتون تخصصتون بحث‌های هسته‌ای و برجام و اینها هستش. ما در دورایی که آیه روحانی رئیس تیم مذاکره کننده بود تو مجلس ششم، اون شخصی که ایستاد و گفت ما به هسته‌ای دست پیدا کردیم و داریم به بمب اتم و امثال اینجور چیزا، که آیه کروبی رئیس مجلس گفت حرفایی که تو زدی دشمنا جرئت نمی‌کردن بگن. رادیو اسرائیل. بله. الان ایشون استاد دانشگاه، یعنی کجا کسی نمیتونه انتقاد بکنه؟ تو این کشور راحت طرف انتقادش رو میکنه. اما اینی که توقع داشته باشه انتقاد که میکنه کسی جوابشو نده. یعنی بعضی از مخالفین ما یک دیکتاتوری مطلقی دارن، توقع داره انتقاد که میکنه کسی جلوی حرف و حرفی نزنه. نه آقا، ما تو این کشور فتنه 88 اتفاق افتاده. فتنه 88 تو هر کشور دیگه اتفاق می افتاد از یک کنار باشون برخورد میکردن. نمونهش ترکیه یه سال 2016 ترکیه یک اتفاق بسیار کوچیکتر سال 88 اتفاق افتاد. چی شد؟ در عرض یک روز 30 تا استاندار اخراج شد، 2745 قاضی و دادستان تمام اموالشون مصادره شد، اخراج شدند. 1755 رئیس و معاون رئیس دانشگاه، 300 کارمند وزارت امور اجتماعی، 15200 معلم، همه اخراج شدند. ما تو فتنه 88 بعضی از این حضرات 4 سال بعد وزرای این کشور شدند. کجا آزادی نیستش؟ جمهوری اسلامی بهشت اپوزیسیونه. بالاخره الان در کشور ما این سری واقعیت‌ها وجود داره. یعنی بالاخره تحولاتی رخ میده که مثلا تو دانشگاه بعضی دانشجوها ممنوع ورود میشن، اجازه تحصیل ندارن. اینا رو شما چطور در واقع تحلیل میکنین؟ آیا معتقدید که اینا همون حدود و ثغور آزادی هستش که مثل خیلی از کشورهای ما هم داریم به اونها عمل میکنیم، یا نه اینها رو معتقدید که بدسلیقگی یا سختگیری هایی هستش که ما باید رفتارمون رو عوض بکنیم؟ قطعاً یک جاهای بدسلیقگی وجود داره، یک جاهای یک نفری که مسئول شده دیگه، این که معصوم که نیستش. این شخص مثلا شده رئیس دانشگاه، شده فلان مسئول، به نظر شخصی خودش عمل میکنه و در بعضی از مواقع اشتباه عمل میکنه. مثلا شما نگاه میکنید مردم سر یک جریانی اعتراض دارن، میرن اعتراض میکنن، بعضیا خیلی بدون منطق ورود پیدا میکنن و برخورد میکنن. اتفاقا باید مطالبه تو این قسمت قرار بگیره که آقا بالاخره برای چی بعضی از انتقادهای به حق شنیده نمیشه. این اتفاقی که تو کشور میفته، اگر ما توی کشور ایراد نداشتیم که دیگه اصلا کلا بحثی اینجا نمی‌کردیم. ما حتما یک جاهای ایرادایی وجود داره، اما بنای حکومت بر آزادیه. از اون طرفم آزادی حد و مرز داره. نمیشه من هر چی دلم میخواد بگم، بعد ازم شکایت میکنن بیام بگم که آقا اینجا آزادی نیستش. نمیشه که ما آزادی بگیم اما آزادی رو از دیگران سلب بکنیم. این چنین چیزی نمیشه. تعریف آزادی همینه. آزادی با تعریف غربی خودش هم یک حد و مرزی داره. یعنی حتی با همون حالتی که ما بگیم آقا تو وادی ولنگاری هم باشه، بازم یک حد و مرزی داره. اینی که ما نمیتونیم جدا از اونی که غرب تو تعریف آزادیش حتی تعریف آزادی رو عوض میکنه، نمیدونم عملکرد رو عوض میکنه، همه چیز رو عوض میکنه.